سلام به شما شب‌بینی‌های عزیز. به دارک های اسکول خوش اومدید. در خدمت آقا سردار عزیز هستیم، میهمان عزیز برنامه و کارگردان درجه یک سینما. چیزی که کیارستمی به ما یاد میده اینه که نه، تو میتونی در عین سادگی فیلمایی بسازی که کار میکنن. من فکر میکنم یکی از باحال‌ترین صحنه‌های فیلم اون ورود هیتلره که هم طنز فیلمو داره هم سیر درام داره. از اونجا شروع کردم و موقعی که وارد هنرستان شدم در رشته نمایش، اونجا دیگه جدی شروع کردم تئاتر. با هم یک مسیری رو برای رشد داریم پیش میریم، ولی همشون تو کار خودشون درجه یکن و کارشون رو بلدن. یعنی مثلا خیابون انقلاب و آموزای شمالی مردم دارن تظاهرات یه بار یه روبی نرفته چون دیگه اگه پشیم جا سنتر خیلی پشیم تو روح هر سیمان بفرمید. جالبتری هم زد. برگشت گفت من از موزیک های آقای محسن چاوشی یک سری الهاماتی گرفتم که تو زخمه‌کاری پیاده سازیش کردم. من میگم بچه های دهه نسل 80 و 70 نیمه دومش، بچه های 90 که قراره به زودی بیاین پا به عرصه فیلمسازی بذارید، پا به عرصه های مختلف بذارید، بچه ها کتاب بخونید، بچه ها محتواهایی تولید بکنید که من دیدگاهم اینه که فقط مربوط به نسل خودتون نشه. من دهه نسل 60، دهه 50 یا حتی 40 وقتی نگاش میکنیم براتون دست بزنیم. انتقاد نمی کنم، انتقاد نیست، یک پیشنهاده به همتون برای بزرگتر شدن، برای اینکه بتونید فردا زود برسید به جایگاه آقای استاد خاتمی کیا یا اساتید بزرگ دیگه ای که وجود دارن. نگاه کنید آقای حاتمی کیایی وجود داره، آقای حسن فتحی وجود داره که میان یک سری سریال های تاپ میسازن. خیلی عزیزان دیگه هم هستن که ببینید سریال هایی میسازن که همه نسل ها درگیرش میشن. شما الان زخمه‌کاری یک نسل دقیقاً 40 داریم، امثال پدر من که دهه 30 هستن، 40 مادر من هست، 50 60 70 80 و حتی 90. به این سبک برین، با کتاب خوندن یک ذره خودتون رو فراتر بکنید، یک ذره ذهنیتتون رو بزرگتر بکنید. به این فکر نکنید که فقط چیزی رو تولید بکنم که ببیننش، نه، یک چیزی رو تولید بکنید که ماندگار بشه براتون. من این دیدگاهو دارم. تو یکی از قسمتاتون که من دیدم یک چیز خیلی جالبی بود، یک دهه 80 اومد برگشت گفت من فیلم های استاد خاتمی کیا رو، آژانس شیشه‌ای رو مثلا من دیدم. خب این خیلی جالبه، یه دهه 80 میره فیلمی که زمان من تولید شده رو نگاه میکنه. خب واقعیتی هست از 80 تا 84 انگار که یک نسلن، از 84 به بعد انگار وارد یه بازه دیگه ای میشن. تا حدی حرفتو قبول دارم، ولی نباید تفاوت بذاریم. اگر قرار باشه 2 تا نسلش بکنیم، خب ما دهه 60 هم میتونیم 2 تا نسل بکنیم دیگه. منی که مثلا 66 هستم، خب من به سبک مدرن شدن بیشتر پیش رفتم. توی کارام این کار خیلی انجام دادم، توی هیته کاریم خیلی این کار انجام دادم. اومدم یک سری کارهای پیاده کردم که خیلی بیننده های زیادی داشت. ببین خیلی واضح تر بخوام بهت بگم، توی هیته کاری من توی فضای اینستاگرام من به عنوان اولین نفری بودم که خب اومدم لایو پیاده کردم برای یک فروشگاه زنجیره‌ای. روز اول موقعی که داشتم این برنامه رو اجرا میکردم هیچی نمیدونستم و مخاطبای کمی داشتن نگاه میکردم. مخاطبا رو نگاه میکردم میدیدم اکثرا آدم‌های سن بالا هن. من اینو نیاز نداشتم. من به نسل زدی نیاز داشتم که جذب برنامه‌های من بشه و وارد اون فروشگاه بشه که بیاد خب یه چرخی بزنه، یه خریدی بکنه، توی برنامه‌های ما شرکت بکنه، یه حال خوبی براش ایجاد بکنه. نسل زد اصلا علاقه‌ای به خرید نداره.
خب ولی من این کار کردمش. چطور؟ خیلی راحت. من انقدر مطلب تو همین اینستاگرامی که الان رفته به سمت فقط محتوای زرد خوندم که چجوری جذب مخاطب بکنم. من روز اول با کلن 27 تا نفر لایوم رو شروع کردم. روزی که اینستاگرام فیلتر شد تو سال 1401 من نزدیک 10K بیننده داشتم، یعنی 10,000 نفر داشتن برنامه من رو میدیدن. محتوایی که هم از تبلیغاتی بود، هم از برنامه هیجانی بود، هم برنامه تفریحی بود و باعث شد این نسل رو بکشونم تو اون فروشگاه خیلی راحت. چون رفتم محتوا خوندم، چون رفتم دیتا برای خودم جمع کردم. حتی در جاهایی که حوصله نداشتم کتاب بخونم رفتم کتاب خوندم و این باعث شد که تو کار خودم پیشرفت بکنم، یک اسم و رسمی برای خودم ایجاد بکنم و در حوزه‌های خارج از کار خودم هم به یک سری برنامه‌هایی رفتم. حالا دوست ندارم اسمشو بیان بکنم ولی وارد یک سری برنامه‌هایی شدم که با اساتید بزرگی کار کردم و برام خیلی خوب بود که تونستم به یک فضای خیلی بزرگی دست پیدا کنم. ولی دارم میگم که بچه‌ها خواهش میکنم ازتون، شما فیلمسازانی هستید که قرار بزرگ بشید، قرار جای افرادهای بزرگی رو بگیرید، چون اینها ایشالله خدا عمر با عزتی بهشون بده، سالیان سال زنده باشن و بتونن فیلم‌های خوبی بسازن. ولی اینو بدونید، اینو مطمئن باشید که باید شماها یک روزی جای این افراد رو بگیرید. پس کتاب بخونید، پس برید دنبال محتوای خوب، فیلم‌های خوب ببینید و سعی کنید برای خودتون انتقاد بکنید این فیلم در چه راستایی بوده، در چه جایگاهی بوده. من حرفم همش همینه. نمیتونم بگم منتقدم، نمیتونم بگم آدمی هستم که تجربه خیلی زیادی در این کار دارم، ولی با توجه به اینکه با نسل شما خیلی دارم سر گله میزنم، کار میکنم، انتقاد بزرگم فقط همینه که یک ذره گوش شنواتون رو بیشتر کنید، ناراحت نشید بچه‌ها، به عنوان یک دوست دارم بهتون میگم، و 2 انتقاد پذیر باشید، بیشتر با آدم‌های زیادی ارتباط بگیرید، فقط مربوط به نسل خودتون نباشه، حتی برید سراغ دهه 50 تمام.